خیلی از فیلم ها رو که الان دوستان به رویت من رسوندن، من گاهن تصور میکنم من فرزند شهید و برادرزاده شهید در این مملکت نیستم. شمایی که تحمل برگزاری یک مراسم ختم رو ندارید، میخواید بیایید و بگید که ما خسرو علی کردی سکته قلبی کرد. منم دارم سکته قلبی میکنم. مسئول مرگ من کیه؟ مگر مرگ فقط یک مرگ فیزیکیه؟ مرگ سفید رو شما امروز بر من تحمیل کردید. شما از کدام طایفه اید؟ به چه کسانی وابسته هستید شما که بر هموطن، بر خواهر و بر برادران ما اسپری میزنید در مراسم عزا، چوب میکشید؟ بترسید از روز مبادا. همینجا اعلام میکنم من متنی که در رسای خسرو و مستنداتی رو که داشتم تا پیش از اینکه تمامی افرادی که دستگیر شدن آزاد نشن ارائه نخواهم دید و سایر دوستان آزاد نشن. مجبور هستم که حسین گویان این شربت شهادت رو در دفاع از دوستانم بنوشم و در عرصه حضور داشته باشم که بتونم کاری حداقل در جهت تسلای دل خودم و روح برادر عزیز سفر کردم انجام بدم.